اووزخان جوان از تاجیکستان فخردین اکیموف در دوره نوبتی آزمون ایکس فاکتور در تلویزیون بلاروس بار دیگر حکمان را با اجرای یک ترانه ایتالیایی مفتون کرد. یکی از حکمان مجری مشهور تلویزیون روسیه اولگا بوزووا بود که چند دفعه به تکرار خطاب به فخردین گفت در یادم هست. بوزووا ظاهرا هنرنمای برجسته آوازخوان جوان تاجیک در دور اول این آزمون را به یاد آورد. فخردین اکیموف هفته گذشته در دوره اول آزمون ایکس فاکتور در تلویزیون بلاروس هم حکمان و هم تماشابینان را با ترانه مکسیم فدییف رقص در روی شیشه مفتون کرده بود. او این ترانه را چنان زیبا و عالی جناب خواند که هر سه عضو هیئت حکمان برایش بله گفتند و برای اشتراک آوازخوان تاجیک در دوره بعدی آزمون را خط دادند. فخردین اکیموف زاده شهر استرافشان بوده بعد ختم مکتب میانه رقم 2 در زادگاهش به مسکو کوشیده است.